بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابراهیم هستم از سراوان. من به همه شما برادران عزیز در شبکه جهانی وصال حق واقعا از ته دل تبریک و تهنیت عرض می کنم و برایتان دعا می کنم که این راه رو ادامه بدید که واقعا امروز مردم راه حق رو فراموش کردن و راه ناحق رو گرفتن و من هم دعا می کنم و از الله سبحانه و تعالی می خواهم که شما رو و همه برادران عزیزی که می خواهند حق رو ثابت بکنن و می خواهند فقط به خاطر رضای الله برای مردم خدمت بکنن، برای جامعه انسانیت خدمت بکنن، من از ته دل تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی عاقبت همه شما را بخیر بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خرافات از تاجیکستان، بیننده همیشگی وصال حق. سبحان الله، صدای بزرگ الله مهربان شما را حفظ کند. حاضر من اون کلیپ هایی که از آخوندها بود نمیخواستم تماشا کنم، ولی این بار خواستم ببینم که آنها چگونه انسان هستند، ولی آنها انسان نبوده هستند. سبحان الله، الله مهربان شما را حفظ کند. صدای بزرگ در جمع شما چقدر قلب انسان آرام میگیرد. از صحبت های شما صدای بزرگوار انسان لذت میبرد. الله مهربان همه شما را حفظ کند و آن دعاهای بدی که اون آخوندها میکنند در سر خودشان. سبحان الله، چه در دنیا این خیلی انسان ها هم بودیان. سبحان الله، الله مهربان دشمنان اسلام را خوار و ذلیل گرداند. الله مهربان شما صدای بزرگواران را، الله مهربان نگهبان باشد همه شما صدای بزرگواران و شبکه های توحیدی، نور، کلمه، وصال فارسی. الله مهربان شما را حفظ کند. صدای بزرگوار سبحان الله، الله مهربان شما را نگهبان باشد. صدای بزرگوار و من یقین دارم که یاری شما الله بزرگ است. یاری همه من الله یکتا جل و علا. الله مهربان شما را نگهبان باشد. صدای بزرگ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.